یک بار آزاده همین چیزا رو میبینی خودت ایزانا میکشی. ایکو یا مسفید احمق خط امریکا رفته خونده گفتی خودت میدونی چند دولت را گشته استراحت کردگی گشتگی همتری یعنی که خربزه و تربوز کدو انگور همتری شلغم بلگری همینو را کباشکی را میگیری برای پرزیدنت را غرام میکنی شونش میتی بچی او داموجا میگیرن میگزن میخرن بلگری را یا کباشکی را میگزن میخره کدام پرزیدنتی فکر میکنی عمران خان حیوان میگیره بلگرس که میگزه خم میخره برای چی بلگرس که موندی خطی چی نام داره باقلاجان کجوی تو نمیدونم من دیوانه یگان نمود خلاشور نیست همیره با پیشوای معظم نجات دهنده تاجیکستان باید طرف پیشوای معظم ملت دارنده بخلب چی میگن بلگاری و دارنده تمامی محصولات پولزی یکی راست میگه همین دفعه چطوری ما سوزی را ندیدیم در اینجا سوزی چطور نمیمونند یا رحمان رو بای سوزی خیباب شده است همینجا ما هم نگاه کم که مرده گوره سوز نگاه کم همین صورت ها را اگه جای یافتم همین سوز نگاه کم یگون غرام سوزی را ندیدم یا غرام های سوزی خیلی گم شده یا رحمان رو برای نفهمیدیم همین را کویک اگر کدوم فهمیده انشالله برای همین سوزی نبود در اینجا سوزی برای چی نبود نفهمیدیم این سوزی مهمه چیده نبود چون که مقامات رحمانوف هم از سوزی به دستن یک میفهمیدیم تحقیق میکنه که همین سوزی چیده نبود همی غرام باقلاجان بود مثلا توباشکی بود همه چیز بود انگور بود سیب بود بلگرسکی بود چیده که همین چی نبود چی نام داره همین سوزی نبود انشالله که را باید حتما یک تحقیقات کنیم همین نبودنی سوزی را بفهمیم خربزه را بی سیب را بی آخی باور که نمیدونم این دیگه با کدام اساس رحمان فرما گپ زنیم